اولین بخشی که وقتی وارد لینک فروشگاه خودتون با دامنه اختصاصی مورد نظر خودتون میشین میبینین وبسایت فروشگاهی هستش که مشتریانتون هم وقتی وارد لینک شما میشن همچین چیزی رو میتونن ببینن که تو قسمت بالای اون اسلایدر هستش که میتونین لینک قرار بدین و متن و عکس مورد نظر خودتون رو بذارین و دسته‌بندی های مورد نظر خودتون و محصولات و قیمت ها رو میتونین هم خودتون هم مشتریان مشاهده کنن و به صورت آنلاین سفارش بدن که وقتی اینجوری بزنن موجودی رو میبینن و میتونن سفارش بدن. در ادامه تو قسمت پایین سایتتون میتونید این لوگوها رو و نماد علاقه‌مندی رو با توجه به لوگوی کسب و کار خودتون تغییر بدین و توی این قسمت مشتریانتون میتونن با ثبت ایمیلشون توی باشگاه مشتریانتون ثبت نام کنن و توی این دو قسمت هم میتونین توی بخش داشبورد و تنظیمات لینک صفحه‌های مورد نظر خودتون رو بذارین و توی این قسمت هم میتونین اطلاعات تماس، آدرس و ایمیل کسب و کارتون رو بذارین تا مشتریان بتونن راحت‌تر دسترسی داشته باشن. برای ورود به حساب روی این آیکون میزنیم و اطلاعاتی که موقع ثبت نام وارد کردیم یا به عنوان دسترسی بهمون داده شده رو وارد میکنیم و میتونیم وارد حساب کاربری خودمون بشیم. وقتی که وارد حسابتون شدین از این بخش میتونین وارد داشبورد بشین و به گزارشات دقیق کسب و کارتون دسترسی داشته باشین. تو بخش گزارشات داشبورد میتونین گزارش کاملی از درآمدتون، سفارشایی که داشتین، مشتریایی که داشتین و تعداد کل محصولاتی که تا حالا ثبت کردین رو داشته باشین و ببینین که وضعیت سفارش‌ها به چه صورته و وضعیت فروش با توجه به بازه زمانی مورد نظر خودتون چطور بوده، چه ساعاتی، چه روزهایی اوج فروش بوده و چه تعداد از سفارشاتون تحویل داده شده و لغو شده یا رد شده کلاً و فعالیت مشتریانتون رو میتونید مشاهده کنین که هر مشتری چه مقدار سفارش داشته و ببینین که سفارشات آنلاینتون بیشتر بوده یا مشتری حضوریتون و از این قسمت هم میتونین ببینین که چه ساعتی بیشتر مشتری خرید کرده و چه محصولاتی مورد علاقه مشتریا بوده. تو بخش تنظیمات، توی قسمت اول بخش شرکت میتونین که اسم شرکتتون، موقعیت جغرافیاییش، ایمیل، شماره تلفن، وبسایت مرتبط دیگه‌ای که دارین، شهر و استان و کد کشور و کد پستی و آدرس محل کسب و کارتون رو قرار بدین. با قابلیت ریسلر شما میتونین که درصد مورد نظر خودتون رو تعیین کنین و مشتریا توی پنل خودشون میتونن که یک کد دعوت مخصوص به خودشون رو ببینن و با استفاده از اون کد دعوت اگه که مشتری دیگه ای رو به کسب و کار شما معرفی کنن اون درصدی که شما مشخص کردین و از هزینه‌ای که مشتری جدید میکنه دریافت میکنن. قسمت سایت مربوط به وبسایت فروشگاهی شما هستش که میتونین تغییرات مورد نظر خودتون رو توی وبسایتتون اعمال کنین. بخش پست مربوط به بازاریابی ایمیلی میشه و میتونین اطلاعات ایمیل فرستنده رو مشخص کنین. قسمت تنظیمات مکان میتونین کشور و موقعیت مکانی کسب و کارتون رو تنظیم کنین. به علاوه بخش‌هایی که شما بهشون خدمات میرسونین. تو قسمت تنظیمات حمل و نقل میتونین شرایطتون برای ارسال محصول و هزینه‌های ارسال محصول رو تعیین کنین. اگه که تو قسمت تنظیمات و تو بخش سایت تایید تلفن رو فعال کنین، مشتریاتون برای اینکه بتونن تو وبسایت فروشگاهیتون ثبت نام کنن، بعد از اینکه شماره تلفنشون رو وارد کردن، یک کد تایید رو دریافت می‌کنن. حالا شما توی قسمت کد تایید تو بخش تنظیمات میتونین تنظیمات مربوط به این کد تایید رو تغییر بدین. تو این قسمت میتونین اطلاعات سرویس اعلانتون رو قرار بدین و بعد از اینکه اینا رو مشخص کردین توی قسمت هشدار اعلان میتونین پیام‌های اعلان در اون برنامه‌ای رو فعال یا غیر فعال کنین. وقتی که تو قسمت پیامک و تو بخش‌های پست، اعلان و دروازه پیامک اطلاعات سرویس مورد نظرتون رو قرار میدین، توی قسمت هشدار اعلان میتونین پیام‌های مربوط به پیامک، ایمیل و اعلان‌های در اون برنامه‌ای رو تنظیم کنین و فعال یا غیر فعالشون کنین. تو این قسمت هم میتونین واحدهای پولی که میخواین رو قرار بدین و مشخص کنین که ارز دیجیتال هست یا نه. تو بخش رسانه‌های اجتماعی شما میتونین آدرس شبکه‌های اجتماعیتون رو قرار بدین.
تو بخش قالب میتونین لوگوی بالای صفحه و لوگوی پاورقی و اون آیکون علاقه‌مندی رو تعیین کنین با توجه به لوگوی کسب و کار خودتون. تو قسمت اسلایدر میتونین اون اسلایدرهایی که بالای وبسایت فروشگاهی نمایش داده میشه رو هم بهشون لینک بدین، هم تصویر مورد نظرتون رو بذارین، هم توضیحاتی که میخواین رو قرار بدین. به این صورت برای گذاشتن اسلایدر با زدن افزودن اسلاید عنوان و تصویر مورد نظرتون رو قرار میدین و اگه که میخواین اون اسلایدر به صفحه دیگه لینک داده بشه لینک مورد نظرتون رو میذارین و اگه که توضیحاتی لازم هست داشته باشه توضیحات هم قرار میدین و اون اسلایدر توی بخش بالای وبسایت فروشگاهی نمایش داده میشه. تو این قسمت هم میتونین واحدهای پولی که میخواین رو قرار بدین و مشخص کنین که ارز دیجیتال هست یا نه. برای افزودن دستی محصول من افزودن محصول رو میزنم و اسمی که میخوام محصول داشته باشه و توی وبسایت هم به همون اسم نمایش داده بشه رو انتخاب میکنم، مینویسم و تصویری که میخوام رو انتخاب میکنم. قسمت هایی که لازم هست رو پر میکنم و قیمت فروش و قیمت خرید رو مشخص میکنم تا سود خالصم مشخص باشه. بعد از اینکه قسمتایی که میخواستم رو تعیین کردم توضیحاتم رو هم اضافه میکنم و ذخیره رو میزنم و میبینیم که محصولمون ایجاد شده و میتونین از لیست دسته‌بندی محصولاتون به صورت چاپ یا اکسل خروجی بگیرید. توی خصوصیات محصول اون تنوع و ویژگی هایی که محصولتون ممکنه داشته باشه رو تعیین میکنین، مثل رنگ، سایز یا هر چی که بخواین و با افزودن ویژگی محصول اونو ایجاد میکنین. تو این قسمت میتونین برندهای محصولتون رو ایجاد کنین تا هم توی وبسایت فروشگاهتون نمایش داده بشه و هم موقع ایجاد محصول بتونین انتخاب کنین. تو این قسمت میتونین دلایل بازگشت مشخص کنین تا وقتی که مشتریانتون خواستن محصول رو مرجوع کنن بتونن دلایلش رو انتخاب کنن. تو قسمت تامین کنندگان میتونین افراد و شرکت‌هایی رو که ازشون محصولاتتون رو خریداری میکنین مشخص کنین تا موقع خرید محصول و موقع افزایش موجودی بتونین انتخابشون کنین. این به شما کمک میکنه اطلاعات تامین کنندگانتون رو مدیریت کنین. تو بخش فروشگاه ها میتونین با زدن افزودن نمایندگی شعبه ها و نمایندگی های خودتون رو مدیریت کنین و اطلاعاتشون رو اضافه کنین. توی قسمت مزایا با زدن افزودن مزیت میتونین که عنوان و آیکون مورد نظرتون رو انتخاب کنین و توضیحاتی که میخواینم قرار بدین تا توی این قسمت وبسایت فروشگاهیتون نمایش داده بشه. تو این قسمت میتونین واحد و نحوه اندازه‌گیری محصولتون رو مشخص کنین که میتونه عدد، کیلوگرم یا هر واحد مربوط به محصول خودتون باشه. تو قسمت مالیات ها میتونین مالیات مربوط به کسب و کار خودتون رو تعریف کنین تا هم موقع ایجاد محصول و هم توی صدور فاکتور مالیاتتون درج بشه. بخش صفحات مربوط به ایجاد صفحه توی قسمت پاورقی وبسایت فروشگاهی هستش که میتونین صفحه‌ای که میخواین رو ایجاد کنین و بهش لینک بدین. تو قسمت نقشه و مجوزها میتونین به افراد جدید دسترسی بدین و دسترسی افرادی که قبلا بودن رو مدیریت کنین که به چه بخشایی دسترسی داشته باشن.
تو بخش زبان ها میتونین زبان نرم افزار رو مدیریت کنین و تو بخش دروازه پیامک میتونین اطلاعات درگاه پیامکیتون رو وارد کنین و ارسال پیامک به مشتریانتون رو مدیریت کنین. توی قسمت دروازه پرداخت میتونین اطلاعات درگاه پرداختتون رو وارد کنین تا هم درگاه پرداخت اختصاصی خودتون رو داشته باشین و هم بتونین امکان پرداخت آنلاین رو به مشتریانتون ارائه بدین. تو قسمت محصولات مثل بخش دسته‌بندی هم میتونین که به صورت اکسل محصولاتتون رو وارد کنین و هم میتونین که خروجی به صورت چاپ یا اکسل بگیرین. تو بخش فیلتر میتونین به راحتی دنبال محصولی که میخواین بگردین و توی این بخش هم میتونین مشخص کنین که توی یک صفحه چه تعداد محصول رو الان بهتون نشون بده. البته به این نکته هم توجه کنین که وقتی که محصولی رو ایجاد میکنین باید توی قسمت خرید براش سفارش موجودی بدین و توی این قسمت ویرایش و ایجاد محصول هم نمایش موجودی 0 رو غیر فعال کنین تا توی صندوق فروش و توی وبسایت فروشگاهی موجودی رو نمایش بده اگر که میخواین. تو قسمت خرید میتونم که موجودیم رو تامین بکنم و سفارش بدم و از این هم میتونم خروجی بگیرم و فیلتر کنم تا به راحتی بین خریدایی که داشتم پیدا بکنم. برای افزودن خرید آیکونش رو میزنم و تاریخی که سفارش انجام شده رو وارد میکنم و اطلاعات لازم رو میزنم تا به صورت دقیق مشخص باشه که من چه تاریخی چه مقدار خرید از اون تامین کننده سفارش دادم. یه وقتایی هستش که یه تعدادی از محصولاتتون آسیب دیده و نمیخواین اونو توی قسمت موجودی وبسایت فروشگاهی یا تو قسمت انبارداری و صندوق فروش نمایش بدین. برای مثال من الان میخوام یه تعدادی رو به عنوان محصول آسیب دیده قرار بدم. توی موجودی میبینم که از این محصولم 118 تا موجودی دارم. میخوام 8 تاشو به عنوان آسیب دیده بذارم که توی قسمت آسیب ها با زدن افزودن تاریخ مورد نظرم رو انتخاب میکنم و اون محصولی که میخوام به عنوان آسیب دیده قرارش بدم هم انتخاب میکنم و گفتم که میخوام 8 تا رو به عنوان آسیب دیده بذارم. اینم مشخص میکنم و با زدن ذخیره میبینیم که اون 8 تایی که به عنوان آسیب دیده قرار دادم از قسمت موجودی کم شده. تو قسمت موجودی میتونین یک گزارش کاملی از تعداد موجودی محصولاتون داشته باشین که هم میتونین فیلتر کنین تا به راحتی محصول مورد نظرتون رو پیدا کنین و هم میتونین به صورت چاپ یا اکسل ازش خروجی بگیرید. میرسیم به بخش صندوق فروش و سفارشات. توی بخش صندوق فروش هم میتونین که با انتخاب مشتری برای مشتری که آنلاین سفارش داده یا حتی مشتریای دائمیتون خرید و سفارششون رو ثبت کنین و هم میتونین برای مشتریای حضوری خرید ثبت کنین و با توجه به روش پرداختشون نهایی کنین خرید رو. تو بخش سفارشات صندوق فروش آنلاین و برگشتی میتونین که گزارشی از سفارشاتی که داشتین داشته باشین و همینطور به صورت چاپ یا فایل اکسل ازشون خروجی بگیرین. توی بخش بازگشت هم میتونین کالاهای مرجوعی رو مدیریت کنین و ببینین که از طرف کدوم مشتری و به چه تاریخی برگشت خورده. و تو قسمت تبلیغات میتونین با تعیین کوپن کد تخفیف ایجاد کنین تا مشتریانتون چه به صورت خرید حضوری چه تو خرید آنلاین از اون کد تخفیف ها استفاده بکنن. تو قسمت تبلیغات هم میتونین یه سری بنرهای تبلیغاتی توی وبسایت فروشگاهیتون قرار بدین. بخش‌های محصول مربوط به این قسمت وبسایت فروشگاهیتون هستش و برای اینکه همچین قسمتی رو توی وبسایتتون داشته باشین میتونین توی داشبورد و از قسمت بخش‌های محصول با زدن افزودن اسمی که میخواین اون بخش داشته باشه رو انتخاب کنین و هم میتونین فعال یا غیر فعالش کنین و بعد ذخیره رو بزنین. بعد توی قسمت مشاهده میتونین محصولاتی که میخواین رو به این بخش اضافه کنین، حالا هر تعداد محصولی که مورد نظر خودتونه، تا به همون صورت توی وبسایت فروشگاهی نمایش بده. تو بخش ارتباطات میتونین اعلاناتی که به مشتری‌ها فرستادین و افرادی که با ایمیلشون ثبت نام کردن و توی باشگاه مشتریان شما عضو هستن رو مدیریت کنین. و همینطور توی بخش کاربران میتونین مدیران، مشتریان و کارمندانی که توی کسب و کار شما فعالیت میکنن رو مدیریت کنین و ببینین که چه وضعیتی دارن و اطلاعاتشون رو چک کنین.
تو بخش حساب‌ها و تراکنش‌ها هم میتونین یه گزارش و لیست کامل و دقیقی از تراکنش‌هایی که انجام دادین داشته باشین و به صورت چاپی یا اکسل ازش خروجی بگیرید. تو بخش گزارشات میتونین گزارش کاملی از تراکنش‌هایی که انجام دادین و درآمدها و سفارشاتی که داشتین داشته باشین و ببینین که از تخفیف‌ها و حمل و نقل چه مقدار درآمد و هزینه داشتین. تو قسمت گزارش محصولات میتونین تعداد کل محصولات، دسته‌بندی‌ها و محصولاتی که فروختین داشته باشین و ببینین که چه محصولاتی رو فروختین و بیشتر از چه دسته‌بندی بوده. تو قسمت گزارش موجودی اعتبار شما میتونین موجودی کیف پول مشتریاتون رو ببینین که وقتی که محصولی رو برگشت میزنن و شما اون برگشت رو تایید میکنین، قیمت اون محصول برمیگرده به کیف پول مشتری. البته برای این کار توی قسمت تنظیمات و تو بخش سایت میتونین مشخص کنین که قیمت محصول بازگشتی به اعتبار اضافه بشه یا نه. مشتری هم میتونه توی این قسمت موجودی کیف پولش رو مشاهده کنه.